راه زیارتگاه دراز است. این شده باشد. فکر کردم چی توفایی میتوانم دهم که قدمهایشان را آسان کند. داره این نبیره که من تو از کجا آمدی تو؟ این توفه برای شما. انا این تحفه من برای راه های مبارک تو. باشه جان بیت پوشه. سکیچرز، راحت پای هنگام سفرهای دراز برای کلانسالان. سکیچرز های اصلی را تنها در مغازه های رسمی دسترس کرده می توانید. فریفته مال های بی صفت نشوید. نشانه ما کوچه میرزا ترسونزاده 14 نزدیک به طربخانه سلطان بی، مرکز سودای دوشنبه مال، آشیانه دوم. قوم یهود یک گروه دانشمندهای او با سوادان او نزد پیغمبر خدا آمدند. با چه مقصد آمدند؟ با مقصدی سوال دادنی. خواستند از پیغمبر خدا یک سوال را جوابش را گیرند. آنها پیغمبر ما و شما را پیغمبر نمی شماریدند. گفتند کدام پارچه زمین بهترین پارچه زمین است؟ و از خداوند این سوال را پرسیدم و بر من خبر داد خیر البقاع الارض مساجدها و شر البقاع الارض اسواقها، که خداوند خبر داده بود است بهترین پارچه زمین، بهترین گوشه زمین این همان پارچه و همان گوشه هست که در او مسجد بنا کرده می شود. و بدترین پارچه زمین خداوند گفت آن پارچه زمینی هست که در او بازار بنا کرده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و بتوفیقه تتحقق الغایات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وإمامنا ومعلمنا وأسوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش از آنی که صحبت امروزه را آغاز کنیم، اولا طبق عادت و از روی فضیلتی که در امروز برای بندگان خدا موجود است، یعنی قبول دعای ما و شما، یک جایه با شما دعا میکنیم، زیرا که پیغمبر خدا که راوی این حدیث حضرت عایشه صدیقه هست میگوید الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه والرمضان الى الرمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. از رمضان تا رمضان، از نماز تا نماز، از جمعه تا جمعه کفارت گناهی همه ما و شما می شده است. یعنی از جمعه تا جمعه خداوند گناه ها و خطاهای ما و شما را اگر دیده و دانسته نکرده باشیم
همگی را شسته می‌گرداند، نابود می‌گرداند. حضرت لقمان باشد میگوید نکو گفت لقمان که نازیستن به از سالها بر خطا زیستن. خدایا اگر همین عمر من آلوده گناه باشد، اگر عمر من آلوده غفلت باشد، خدایا از این گونه عمر دادن برای من عمر ندهی بهتر است. این عمری که اگر آلوده خطا و گناه باشد، آنها از خطا و گناه که درکدار بودند و عاقبت گناه را می‌دانستند که عاقبت گناه چه عذابی دارد، از این خاطر حتی از خدا عمر پر خطا و پر غفلت را طلب نکردند. پروردگارا اللهم انک تحب العفو فاعف عنا. خدای تو مغفرت گناه را دوست می‌داری، عفو کردن را دوست می‌داری. خدایا گناه‌های ما را، خطاهای ما را مغفرت بگردان. خدای مهربان از فضل و برکات این روز جمعه تمام این ادا کننده ها را برخوردار بگردان. و خدایا هزارها بار شکر به سوی درگاه تو که امروز این درهای مسجد بروی بندگان تو گشاده هستند و این موضع نزول رحمت توست. خدایا این درهای مسجد را همیشه گشاده نگه بدار و از فضیلت و برکات این مسجد خدایا این محبان مسجد را برخوردار بگردان. و خدایا آن کسانی که بدخواه مسجد هستند و برای بسته کردن مسجد چه چاره ها دارند، خدایا با این مقصدهای ناپاکشان موفقشان نگردان. و خدایا امروز رهبریتی که بالای سر ماست، این رهبریت را توفیقشان رفیق بگردان، عمرشان را خدایا دراز بگردان و در هر یک عملهای نیکی که در پیش دارند برای آبادانی تاجیکستان ما خدایا موفقشان بگردان و این تاجیکستان ما را یکی از دولت‌های پر اقتدار خدایا بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. این جمعه چگونه ای که بهر شما اعلان کردیم و خبر دادیم که چندین سوالهای در باب نافهمی فضیلت مسجد و آمدن مسجد از بعض برادران ما و شما شده است و در حال خواستم که این موعظه این جمعه را دایر به مسجد و فضیلت مسجد و بنای مسجد برای شما خبر دهم. پیش از آنی که از احادیث های پیغمبر خدا به شما صحبت کنیم، اولا ناگفته نماند که ما و شما باید که برای گشاده بودن این مساجدهایی که در این مملکت ما و شماست باید که شکرانه خاصه داشته باشیم و باید شکر خدا را هر دم به جا بیاریم و شکر این استقلالیتی که در دولت ما و شماست این به جا بیاریم و شکر رهبریتی که امروز برای گشاده بودن مسجد هیچ ضدیتی ندارند، برای اینها باید ما و شما شکرانه کنیم. باور کنین قسم به خدا این بسیار نعمتی خیلی قیمتی هست. گشاده بودن درهای مسجد این بسیار یک نعمت خیلی گران و قیمتی هست که ما گران بودن ایرا، قیمت بودن ایرا اگر با 20 سال پیش شما مقایسه کنین، 20 سال پیش دراز نگذشته است که گشاده بودن در مسجد یا آمدن مسجد یا بنای مسجد این جنایت بود و بسیاری از پیشواهای ما و شما از حساب مسجدها زندانی شدند، چه عذابهای را از پس سر گذرانیدند. اینا همه این رنجها و این کلفتها را دیده امروز باید که ما و شما شکرانه کنیم
و به سوی خدا دائما دعا کنیم که خداوند این مسجدها را دائما درهای اینها را بالای ما و شما کشاده نگه بدارد، تا که از این جماع و شما فیض میگیریم، از این جماع و شما پند میگیریم، از این جماع و شما بهترین راه راست را البته مییابیم. در باب فضیلت مسجد میخواستم این موعظه امروزه را از دو بخش قرار دهم. اولا انتظام مسجد و بعدنش فضیلت مسجد. پیش از انتظام مسجد به شما خبر دادن، اولا یک بشارت پیغمبر خدا را به سمع شما می رسانم که این حدیث ابی امامه در کتاب مشکات شریف در باب فضیلت مسجد برای ما و شما روایت میکند. میگوید یک گروه دانشمندهای یهود، قوم یهود، یک گروه دانشمندهای او با سوادان او نزد پیغمبر خدا آمدند. با چه مقصد آمدند؟ با مقصد سوال دادن. خواستند از پیغمبر خدا یک سوال را جوابش را گیرند که این سوال چی بود؟ ای البقاع خیر فی الارض. اونها پیغمبر ما و شما را پیغمبر نمی شماریدند. اونها بجای پیغمبر شناختن باز دشمنی می ورزیدند. این سوال به نیت یک تحقیر برای پیغمبر خدا سوال کردند. چگونه ای که از اول دشمن بودند تا حال دشمنی مسلمان هستند و میمانند. و اینها را خداوندم در قرآن ولا یهدی القوم الظالمین خدا خواند، این قوم ظالم خواند، قوم یهود را. چگونه ای که امروز بیچاره مردم مسلمان ما و شما فریفته بعض از نان و آبی که اونها برای ما و شما اندکی میدهند که منتداری ما و شما در آسمان کیسته است، حالان که ما و شما منتدار مردم یهود نه بلکه منتدار همین رئیس جمهور شویم. زیرا همه این با سهم این رئیس است که امروز بعض خاندان کمبغل ها از حسابی بگیم مردم همون یهود یک نالنان را که داخلش پر از بگیم میکروب و پر از ضررها هست صاحب می شوند. بعضی مسلمان های ما و شما شرم را کرده باز در حق امونها دعای خیر میکنند. آمدن نزد پیغمبر خدا گفتند کدام پارچه زمین بهترین پارچه زمین است؟ پیغمبر خدا ابی امامه میگوید که پیغمبر خدا سکوت کردند، جواب نگفتند. اسکتو حتی یجیء جبرائیل. پیغمبر خدا به طرف این یهودی ها چی گفت؟ خاموش می ایستم گفت، زیرا این سوال را من جواب گردانده نمیدهم و جواب اینم نمیدانم تا وقتی که جبرائیل نزد من نآید و از او من پرسان نکنم چیزی بر شما خبر نمیدهم. در حال میگوید جبرائیل نزد پیغمبر خدا آمدند و رسول اکرم از جبرائیل پرسیدند ای برادر جبرائیل، از من سؤال دارند که بهترین پارچه زمین، بهترین گوشه زمین کدام پارچه او هست؟ جبرائیل گفتند ای محمد صلی الله علیه و سلم ما المسئول عنها. من از تو دیده داناتر نیستم، من هم نمیدانم که کدام پارچه زمین، کدام گوشه زمین بهترین گوشه زمین است. ولکن اسأل ربی
لیکن خدای داریم که از او جوابش را البته میگیریم. من نزد خدای خود میروم و از خدای خود این سؤال را میپرسم و جوابش را به تو ای پیغمبر خدا میرسانم. در حال میگد جبرائیل ناپدید شد و اندک پس نزد پیغمبر خدا آمد. گفت یا رسول الله اینی دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط. ای پیغمبر خدا گفت امروز چنان با خدای خود چنان نزدیک شدم که هرگز چنین نزدیک شدن با خدا را یاد ندارم و هیچگاه این چنین با خدای خود من نزدیک نشدم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف کان یا جبرائیل، چگونه با خدای خود نزدیک شدی؟ کان بینی و بینه 70,000 حجاب من نور. حضرت جبرائیل گفتند نزدیکی من با خدا گفت امروز چنان صورت گرفت از برکات شما ای محمد که پس 70,000 پرده با خدای خود صحبت کردم. پس 70,000 پرده این قدر نزدیک شدم و از خداوند این سؤال را پرسیدم و بر من خبر داد خیر البقاع الارض مساجدها و شر البقاع الارض اسواقها. که خداوند خبر داده بود است بهترین پارچه زمین، بهترین گوشه زمین این همان پارچه و همان گوشه هست که در او مسجد بنا کرده می شود و بدترین پارچه زمین خداوند گفت آن پارچه زمینی هست که در او بازار بنا کرده می شود. الحمدلله که امروز همه شما پدرای عزیز، برادرای مهربان در جای شما نشستگی هستین که این خداوند بهترین پارچه خوان، بهترین گوشه خوان که شما در همان پارچه و در همان گوشه نشستگی هستید. حضرت علی رضی الله عنه میگوید اذا مات العبد یبکی علیه مصلاه من الارض. وقتی که اگر بنده مؤمن از دنیا میگذرد، یعنی اگر ما و شما کداممان از دنیا وقتی که میگذشته ایم، یبکی علیه مصلاه من الارض، همون جای نمازی که تو می نشستی، همون جایی که تو امر معروف گوش میکردی یا پیشانی خودت میگذاشتی سبحان ربی الاعلا میگفتی، همین پارچه زمین برای تو گریه میکرده است، گریه میکرده است. وقتی صاحب خودش نمیبیند، وقتی همان تسبیح گوینده را که نمییابد میداند که وی از دنیا گذشت، در حق او گریه میکند. ابن عباس باشد میگوید تبکی علیه 40 صباحا. حضرت ابن عباس که غزالی در کتاب خودش میارد میگوید 40 سحر میگد در حق او انسانی که سبحان ربی الاعلا میگفت یا می نشست امر معروف گوش میکرد، برای این بنده گریه میکرد است. خوش به حال همه شما که این پارچه های زمین بهر شما گریه میکنند، این پارچه های زمین بهر شما از خداوند طلب مغفرت میکرده. حتی عطای خراسانی که اینم امام غزالی در کتابش میارد میگوید ما من عبد یسجد لله سجدة فی بقعة من بقاع الارض الا شهدت له یوم القیامة و بکت علیه یوم یموت. اینم عطای خراسانی گفتند کدام بنده ای که اگر پیشانیش در کدام پارچه از زمین میگذارد و سبحان ربی الاعلا میگوید، همین پارچه زمین برای او گریه میکرده است و همین پارچه زمین روز قیامت شاهدی میداد است که خدایا من شاهد هستم که همین بنده تو را سجده میکرد و گریه بهر همون بنده میکرد است. اولا این بشارت پیغمبر به گوش همه شما رسانیده شد که شما الحال در یک گوشه نشستگی هستین که این خدای شما بهترین گوشه خوان،
بهترین پارچه زمین خواند. و دویم بشارتی که میخواهم به سمع برادرای رهدوری برسانم اینم از حدیث های پیغمبر خدا عبارت است که راوی این حدیث حضرت جابر است. میگوید خلت البقاع حول المسجد فاراد بنو سلیمة ان ينتقلوا قرب المسجد. حضرت جابر میگوید که یک قبیله بود به نام بنی سلمه یا بنی سلیمه که دور از مسجد زندگی میکردند. به گوش اونها رسید که اطراف مسجد خالی شده است، یعنی زمین خالی هست برای خانه انداختن مهیا هست. اونها در حال اراده کردند که از بس که محبت مسجد داشتند و میخواستند همه وقت نمازهای آنها در مسجد که خوانده شود، در حال اراده کردند که رفته در پهلوی مسجد خانه می اندازند. فبلغ ذلك النبی صلی الله علیه و سلم، این آوازه آمدن قوم بنی سلمه به جانب مسجد به گوش پیغمبر خدا رسید. فقال لهم یا بنی سلیمه، پیغمبر خدا نزدشان میگرفت و همون قشلاقشان رفت و گفت ای بنی سلمه بلغنی انکم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد. به گوش من آوازه آمد که شما میخواهید که در پهلوی مسجد من خانه اندازید از برای محبت به مسجد داشتنتان. قالوا نعم یا رسول الله قد اردنا ذلك. ای پیغمبر خدا، بله گفتند ما اراده کردیم، ما خواستیم که در پهلوی مسجد شما خانه اندازیم تا که همسایه مسجد باشید. پیغمبر خدا چی گفتند؟ دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم. ای بنی سلمه گفتند همین موضع خودتان را تغییر ندهید، زیرا که هر قدمی که شما از این راه دور به مسجد میزنین در هر قدم این درجات شما در نزد خدا بلند می شود. بنی سلمه وقتی میگد این سخن پیغمبر خدا را که شنیدن گفتند ما یسرنا ان كنا تحولنا، خرسند نمی شدیم از آنی که ما در پهلوی مسجد خانه می انداختیم اگر صحبت پیغمبر خدا را نمی شنیدیم. امروز که صحبت پیغمبر را شنیدیم که در هر قدم ما در نزد خداوند اجر نویسانده می شده است، از این خاطر همین راهی دور برای ما بهتر است از اونی که در پهلوی مسجد ما خانه می اندازیم. ابی ابن کعب باشد میگوید کان رجلا من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه. در مدینه نماز میخوانده میگوید ابی ابن کعب، یک مرد بود در داخل همون جمعیت ما که از اون دیده دیگر راه دوری ما کسی نداشتیم، بسیار از راه دور می آمد. و کان لا تخطئه الصلاة. ابی ابن کعب میگوید که بازم این قدر راه دور بودن هیچ نماز 5 وقته از او فوت نمیشد، در همه نماز با وقتش آمده می رسید. فقلت له لو اشتريت حمارا تركبوه في الظلماء و في الرمضاء. ابی ابن کعب میگوید وقتی میدیدمش پر از آب و عرق بود، زحمت کشیده که به مسجد می آمد، گفتم ای برادر انصاری، یعنی مردم مدینه را انصار میگفتند، ای برادر انصاری خوب میشد که اسب یا خر برای خود میخریدی تا که در این تاریکی هایی که تو میایی یا در این گرمی هایی که تو قدم میزنی این مشقت ها از تو برداشته میشد. میگوید این مرد به سوی من گفت
ما یسرنی ان منزلی الی جانب المسجد، من دوست نمی‌دارم اینکه در نزدیکی مسجد خانه من باشد. اینی اريد ان یکتب لی ممشای الی المسجد و رجوع اذا رجعت الی اهلی. این مرد گفتن که من دوست می‌دارم، ای برادر گفتن، اینکه این قدم‌هایی که به مسجد می‌زنم و قدم‌هایی که باز از مسجد می‌برایم به خانه بازگشت می‌کنم، هر دو جانب این خداوند در نامه اعمال من نویسد. این برای من پسند است، این برای من خوب است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند ای مرد، گفتند ای امت من، خبردار باش که رفتن و آمدنت چند قدمی که می شود خداوند در نامه اعمال تو وی را کتابت میکند. این رفتن و آمدن شما اگر 1000 قدم شود، اگر 2000 قدم شود، نابسته شما با چیزی سواره می آیین یا با پای پیاده می آیین، این مسافه راه را خداوند در نامه اعمال هر کدام شما کتابت میکند. ان اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم الیها ممشیا فابعدهم. اینم حدیث پیغمبری خداست. به درستی این که نمازی که از ثواب پرتر است، نماز کسی که راه دور دارد و قدم زنی زیاد دارد، این نمازش گفتن از نماز کسانی که نزدیک مسجدند فرق کننده است، ثواب اونها زیادتر است. خوش به حال آن برادرانی که از راههای دور و نزدیک به مسجدهای دوردست می روند، نماز خدا می خوانند. انشاءالله در این کار که بعضی سوالها بود که ما چند مسجد میگذاریم، آیا این گناه نیست؟ نه، بلکه شما ثواب خیلی زیادی را از روی این حدیث های پیغمبری خدا که راوی اینها امام مسلم هست شما چیکار میکنین؟ نائل میشوین. حتی پیغمبر میگوید بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بنور الطام یوم القیامت. اینم ترمذی ابن داود روایت کردند. گفتند خوش به حال همون کسانی که در شبها قدم زنان به سوی مسجد می آیند، بشارتشان می دهم با یک روشنی در روز قیامت. این بشارت های پیغمبری خدا اولا صدا داد به هر آنی که در مسجد ما و شما هم مردم های رهدوری اشتراک دارند و برادرانی که در این بهترین پارچه زمین نشسته بودند و درک نداشتند که این بهترین پارچه زمین بوده است، الحال انشاءالله باوری کامل حاصل کردیم که از روی حدیث های پیغمبری خدا فهمیدند که در بهترین پارچه زمین آنها نشستگی هستند.